ببینیم قراره کجا امروز بریم. یه جای خوش آب و هوا و خیلی آروم. خب طلوع آفتاب بود و ما تصمیم گرفتیم که صبح زود حرکت کنیم. این هم یه منظره آرامش بخش. خب بعد از اون همه پای منتظر بودن ولی من حواسم اینجا بود که واسه شما فیلم بگیرم. قرار از جاده های پرپیچ و خم و زیبا عبور کنیم تا بتونیم به مقصد برسیم. خب وارد شهرستان شدیم. خونه هایی که انگار طبقه طبقه روی هم قرار گرفتن. بعد از اون دوباره مجبور بودیم که جاده های پرپیچ و خم رو ازش عبور کنیم تا بتونیم به اونجایی که مد نظرمونه برسیم. خب بالاخره ما رسیدیم به روستای زیبای خفر و آسمونی که به رنگ آبی مخملیه. اینجا منطقه پادنای اصفهان هست، شهرستان سمیرام، روستای خفر. بازی با نور، کوچه باغ‌های زیبایی که نور خورشید حاکم بود. اینجا هم که آلاچیق درست کرده بودن و استراحتگاه مناسبی بود. و درختای سیبی که انگار داشت با ما حرف میزد، سیبای سفید و قرمز. اینم از سنت و فرهنگشون. از مهمون نوازیشون هم که نگم، خیلی عالی و مهمون دوست. تصمیم گرفتیم یکم توی روستا قدم بزنیم و از آرامشش لذت ببریم. خب بعد تصمیم گرفتیم یکم از مکانی که هستیم دور بشیم. توی مسیر با زندگی زیبای عشایری روبرو شدیم.
خب اینجا مسیر برگشت و یه فرد خیلی خوش‌ذوق اتوبوس رو تبدیل کرده بود به کافی شاپ. خب رسیدیم به مسیر برگشت و با صنایع دستی شهرستان شهرضا روبرو شدیم. امیدوارم که لذت برده باشید.